زمینی. شیبار تا بوزلاقی غیجدم نه چیکار شد یختم برای بونز باشه من دوستای عزیز باز باران بارید ما هفتش در زیر باران با میمونیم یکم کامرا میپیچونیم دیگر به نوار دیرتر ممکن گیریم این دوره پیچونیم شینا کی وای گفتوس بودن اما کی لسخاش چی عبدالشکور اما کی عبدالشکور با حاجی شرف دام بالا گفته اینجا سیب کردیم نشد خنوک زد زمستون اینجا خنوک ده حلول کردیم اصلا وقتی که فرامده ایستادیم اکو عبدالکریم رو خوردیم در یوتیوب ما دیدگی بودیم سراز شناختم اما خاطر شدیم که دوری دیده که با نگم که اکولوژی از کدوم آدمی دیگه از کجا پیدا شد نه شناختن با یک پیاله چای تقدیر کرده بود است تا ندارم نموندن مردمی کوسور اصلا انم خیلی مردم هستن باور کنید من خرسند میشم من تن میتیم از روی گفتی اینو درست است هیچ گم نه پیاله چای میدارید میبرید شناسایی پیدا میکنید باز یک جو و میخورید باز مینداری میکنید نیکی یک چیز رو میخوام بگم که هم جرغوت هم قیماقی که در اون نو خورده بودیم از اینجا فرق داره سببش تنها همین است که گیاهای کوهی فرق میکنن در تمام منطقه یک گیاه میروید یک گیاه نه دیدید از همون عقبه وقتی که برآمدیم هم تو این طرف گذاشتیم رواج نیست اون طرف بینه رواج زور بود چقدر خوردیم این طرف رواج نیافتیم همون بر به بر گوییم این همه خیلی است باز ما رو پیگیر باشید ما راه رو بعداً دوام میدیم برای ما راه نشون دادن اینجا دو راه بوده است یکتش همون تنگی یکتش بالا برای تنگی نشه میشم خدا خیر رحم یاویتون گفته دلپوری کردم قد یاب میره انا همین اسوی اکم دمان توفه کردم انا میگم خدا خیر این دفعه کوه برویم انا نگشته میبرم من اسو باور کنید چیز بهترین دامت که بانکو جون یال جان تشکر شما با دامت کارم انا بالدرغون دیدید بالدرغون زور هم تو گذره دمدمش انیخ شود چختر بالام دید اینجا اگر خطا نکنم موضع تنگی است زیرا ما را گفته بودند که با تنگی نفراید زیبا است و اما نفراید عذاب میکشه برای ما زیباگی لازم بود عذاب هیچ گپ نداره یک علاج کرده میفراید
این نو رو ما نمیدونیم که نامش چی. کسی که ویشیستی باشد در زیر کامنتار نویسید که نوی که ندونستید نامش فلان است گفته. ما دیگر موضوع ها رو نام گرفتن نمیتونیم دوستان عزیز، زیرا که نمیدونیم، دیگر همراه نداریم، فقط همین راه یافته و فرآمدن خود رو میدونیم. عزیزانی من، تنگی حقیقی دیدید، شاخ‌ها تنگ شدگی هستند، راه گذر نیست، نمیدونیم با کجا گذریم. انا همین موضوع رو تنگی منومند انیق بالا بریم می. اینجا راه نبوده است، بالا میبریم، بالا. همین شقه چسبیده یک برامدان در کار بوده است. عرف همیشه مهون تو باتینجی بریم بود بالا. همونجا یکان پیر راه است. من تکتی برید برای باتری وای کلدر کراس باتری ساده. ما آخر راهگم زدم با زدیم. انا کو انیق نیکی گجوره من شقی تانگی ما همین دید باله شقش برآمدیم. کنم نمیتون نشیب شده این تو بریم یا که راست نشیب شویم. کاری کرده انا کو عذاب و جذاب ما سر شد خدا خواهد. شیطان ناامید بنده با امید همین سوی این طرف انگی که فرو میدیم نمید نمکن دل کردیم که انا این شخوکتی بریم بالای وقتی گذاریم از حدی بعد عذاب بخی خودی بالا را با بالای و کیم چی گپ است چی هم نه. همونجا راهچه دیدیم همونجا فریم کنی شاید راه باشد فریم رویم این نوی چی باشد بایو همین هم در کامنتار نویسید نکن دوستای ویشیستی انا این نوی چه بالای هم مول بوده است. کسی که مول این گفت که هست نمیدونید با کجا فرام دامده. بینه اینجا پریوالچه بود است. پریوالچه دستی ساختگی ده برای گذشتن. اکو گذشتیم خود. اگر ما نخواست راهچه رو ندیده و بالا می رفتیم اینه بینه چه عذاب ها می کشیدیم. انا باور کنید افسانه می شدیم افسانه.
وای جونوی اگر از پایان آمدید بخواهید که چشمی قنقراق روید حتما از دو آبو با دست راست روید با دست چپ راه رو نمیابید 10 مرتبه آب دو تقسیم خود دو آبو بارین شده رفتن گرفتگی از یکم دو آبه کلان دست راست گردید روید به حاضر رنگی راه چشمی قنقراق آب نوشید گشته بعد به این راه خواهید بیایید اگر تماشا میکنم گوید نبیایید اگر همون جکتی گشته روید باور کنید سخت مونده شده سخت مونده شده این پاها همه خیلی گوش دارید که به یک عذاب نکن یک ایلاج کرده کشاله کرده تا نزدی ماشین نبرد ایلاج ندارد و همین خاطر مجبور برده ایستاده است ناگفته نماند دوستای عزیز که عکس های همین سفری ما رو میتوانید در اینستاگرام در سایتنامه امید ویدیو و ادناکلاسنیکی در گروه امید ویدیو در آمده تماشا کرده باشید عکس هایش رو الکای باری سیم است از بالای انم خیلین توپکی سنگینه که به بالا میگذاره هر کسی که برای همین اقدام سهم گذاشتگی است خدای مهربان الهی در خاندانش برکت عطا فرماید زیرا مشکلی مردم رو آسان کرده است زیرا دیده نگیرید این آنچه سنگ است که آورد اینجا پرتافتگی است من اون سفیدارزاره که اما که عبدالشکر گفتن در هر یک سوی هست دیده در این سوی من سفیدارزار در حقیقت هست من همین سفیدار من اینجا بینیم پرده نه؟ کجا رفت شما؟ کجا رفت؟ خدا خودم وای سری من سوخته است سری مال میچی هم؟ این دویم نوب سر بالا میشه دو؟ نوی خیلی رهی وای دارد تو بود اتنگی میگذارد یا نه؟ میگذارد اتنگی اتنگی کجا؟ خب پیوال برنه نه های اینجا کتیم بوره نوی کلان هست تو دوبه چختره را کاله؟ تو دوبه تو دوبی کجا؟ تو دوبه همه که عبدالشکر یک ساعت بورین راه ده او خدا که همینجا تو همینجا با یک ساعت دیگه من با خدا قریب رسیدم گفتش دیگه این نوع سفیدار میچم اینش سفیدارزار همینجا دو تا می سه تا نو گذاشتیم نامش چیا ما ندونستیم معرفی کنیم یکتش نوی کلان اینش تگی سنگ میگود ویش اینش چی بود خب کورنو میگود من این نوشه من این نوش تیرک تیرک سفیدار اینش سفیدارزار تیرک و پایانش کویندی سوخته نه سوخته سوخته من این بالا باونیم از نجال توپش هم که عبدالشکر یک ساعت دیگه ولی یک ساعت دیگه راه هست تو عبدالشکر تو وای چی تو همون سوی ویستا تو سوی ویستا قریب 2.5 ساعت دیگه راه میرتونده خدا کی زد فرزالی هستیم هفته شب میشه دم سیام چا کرده که ما چشم قنقرا رفت تماشا کنم او سیام کرا زدنی چی با این نازده شما خرتون ما خودم هم سیام کرام دو شما نمیکنم با آواز هم خیلی گپای هم میرد میده تو چون نمیره دو میشه بینه دو میشه نه گربه گریزه خورده نه گوجم گریزه دو میشه بینه یا کوچوک نی مولا بینه چه بازه گذاشته است کجا رفت من مولا گم کردم نه پدرم نه کشتم گذاشت نه این مال ما بس سنگ اعلان کردنش هم ممکن سردار من باوری کامل دارم دوستای از که انا همونجا کویوندی همون کویوندی که اوزی گفتن انا همونجا زیرا که کویوندی دشت قاضی هم خیل کویون سوختی روزی آبناک هم خیل از اون اورمتن و کشتودک هم همیشه خیلی کویوندی و سوخته دویش یک تا ازبکی یک تا تاجیکی همه کویوندی ها خیلی کویوندی هم همونجا موس سارنگی قشلاق می سلام گوید خواه رحمت گویدشون رحمت گوید شد من 15 تکم 8 شد ساعت من نزدی اما که عبدالشکر آمده رسیدیم دو آبه ما من به طرفی دست راست رفته بودیم به طرفی دست چپ اومدیم ما آدم خودی
мана шуд рафтем. Парвиз як красовка ки дурни об задан кадом потон зад? Дурна машки об ҳозир. Баш не кашхшу. Кашхшу не лага. Корам индия. Ани мана унтундуш доске. Ва чокаран кор мегӯяд. چه میکنه سچی؟ و که این گفتن نسیده بود که من خوردم ها پاک نه مانا دوستان عزیز با همه سیاحتی ما در کوههای ویشیز به اتمام رسید. ما سحری ساعتی 5 از همینجا سربالا شدگی بودیم. من ساعت حاضر 9 شب شد. 9 ساعت 5 تکم 9 4 تکم 9 16 ساعت باز ما در راه بودیم. دید که از همین 2 ساعت می 2.5 ساعت می برای وقتی که ما 6 نشستیم و دم گرفتیم مینوس کنید اگر آخر 14 ساعت باز ما در راه بودیم. دوستان عزیز ما رو دستگیری کنید. ما به دستگیری شما احتیاج داریم. زیرا به دستگیری شما این کارهای ما همش یک پول است. و همین خاطر دوستان عزیز هر شخصی که ویشیستی و سوی ویشیستی نیست میتواند اکرانهای تلفن ها و اکرانهای اینترنت خود رو ترک کنید. پناهتان به خدا خود رو احتیاط کنید. من میخواستم ساکنان همین دهه ویشیست و سوی ویشیست در نزد اکران ایستان یک 5 دقیقه صحبت گذرانیم. پناهتان به خدا دیگر ها انا اکنون ساکنانی که در همین دهه زندگی میکنید باور کنید مقصدی ما از سیر و سیاحت در کوههای شما دیدن خوب یک جانب، اما اساساً معرفی کردن کوههای سر به فلک کشیده و مهنت ها و عذاب ها و همین راهگردی ها و برا و فرای شما و پدر و مادرتان که در وقتش پیشتر برا فرا میکردن معرفی کردن بود. راستی گپ مرا دوستانی من اصلا میخوام که مرا همچون برادر همچون ساکن همین دهه قبول کنید. یگان دل و نیتی بد ندارم. اگر یگان سخنی نوجا برآمدمون از هلاکی میگویم از خستگی میگویم دوستانی من از من خفه نشوید. راستی گپ سخت مونده شدیم. سختی که به درجه ناگفتنی. این چیز رو خودتان خوب میدونید. ما در یک روز رفته آمدیم. هر نفر در یک روز رفته و اومدن نمیتواند. با وجودی اونه که ما شخصا ما گویدم میشود یگان مراتبه هم خر سوار نشدیم، خر سواری نکردیم، پای پیاده رفته و اومدیم. با این اسباب ها رو بیا دشوار بود. و همین خاطر اگر شما مرا درست میفهمید من سخن رو کوتاه میکنم و درازا نمیکشم. اگر فهمونیدن گیرم شاید 1 ساعت من به شما فهموندم در کور از سخن دیلم رو. عموما من چی گفتنی هستم؟ همین نواری که ما کردیم اساساً برای شما لازم است. برای دو گروه، یک گروه برای شخصانی از وطن دور، یک گروه برای پدر و مادرتان، بیبی و بابایتان که در سالهای جوانی همین کوهسارها رو طی می‌کردند و امروز امکاناتی طی کردن ندارند، دلشون گم میزند. شما با اونها نشان دهید تماشا کنند ارمان دل خود رو چی کنند. اما من به شما یک چیز میگویم، ما در یوتیوب برای مقصد پول کار کردن این کارها رو میکنیم. همون نوارهایی که ما در دهات‌ها برای فرام میکنیم یوتیوب برای خود همون نوار مبلغی که میدهد خود همین رسخود همین چیز رو نمیپوشوند. دوستان عزیز همین کارت‌هایی که شما در اکران ها میبینید من یکی رو برای پیشرفت کار خودمون، یکی رو برای 2 تا کارت رو برای پیشرفت کار خودمون، یک کارت رو برای مقصد خیریوی گذاشتگی هستم، برای یگان کارهای نیک، برای کارهای خیر. حتی از همون موزه که یوتیوب برای من با همین تماشایی که شما قشلاقتان رو میکنید و برای من مبلغی که میدهد باور کنید خدای مهربان شاهد است. همین من فکر میکنم در 1 ماه و 2 ماه زیاد شود $6 $7 میشود که این به 100 سومون برابر است. من از درون همین 100 سومونی پول هم از یک حصه‌اش رو به کارت خیریوی میگذارونم. 30 سومونش رو تقریبا این 60 سومون 70 سومونی که برای به جیب من میموند نمیپوشاند رسخود خودی همین روبی و عذاب و جزا. زیرا میدونید اینجا رسخودهای غیر عادی بسیار هستند.
اینجا ریسکوات کرده رفته میبید، خطرناک است، خودتون دیدید از شاخه میبرید. همه این نوارها رو در نوار گرفتن غیر امکان است دوستان عزیز. ما راستی این راه رو خودتون خوب میدونید، غلطیدن دارد، خستن دارد. باز این هم نگفته نموند که همون همراهایی که مرا همراهی میکنن همه آن رو جوابگیریش در گردن ما میموند. این کارها خطرناک است دوستان عزیز. این همراهانی که من گرفتم میبرم در کوه ها سیر و سیاحت میکنیم جوابگیری دارد. صحت و سلامت برده رسوندن در کار است. خودم باید صحت سلامت باشم. باور کنید انا یک برادر وقتی که برای ما مراجعت کردن با ولوسیپد در کوهسارها معرفی میکردن غلطیده و معیب شدن. من امروز حتی به خودشان کمک کردن نمیتوانم. باور میکنید یا نه؟ این اسباب شکستنش ممکن است، درون آب غلطیدن ممکن است. هزار یک بیت و غزل. به همین خاطر اینجا ما نقشه طلبندگی نداریم. ما وقتی که به دیگر دهات ها میرفتیم بودن برادرانی که برای ما زنگ زده و میگفتن رحمت به تو، رحمت به پدر و مادرت، رحمت به کانالی تو، رقم های کارتت رو گذار، ما تا حد امکان یگان چیز کمک کنیم برای پیشرفت کار خودت. البته همه این چیز رو خوردن امکان ناپذیر است. برای پیشرفت کار کردن لازم است. شاید دوربین لازم می شود، شاید پایه افضل یک عموما چیزهایی که دستگیری کننده است. معنای گپی من این است که هر کسی که میخواد ما رو دستگیری کند به همین کارتایی که در زیر گذاشتگی هستیم، خواه خیریوی است و خواه برای پیشرفت کاری ما یک چیز گذرانید. حتی ما اقدام کردگی هستیم و همین کارت خیریوی رو پیش گرفتیم. شما میتوانید همراهی کرده باشید. ما که همدیار هستیم، ما که هموطن هستیم. به همین خاطر ما رو درست فهمید، ما رو خطا نفهمید دوستان عزیز. پناهتون به خدا. ما برای مهنت های خودمون از زمین تا به آسمان راضی هستیم. اگر میتوانید دستگیری کنید، نمیتوانید کامنتار کنید. یگان کس کامنتار نویسید. انامین نوارها رو تیتو پریشان کنید، پدیلیت کنید، کلاس مونید، کامنتار نویسید. دهه شما کی است؟ خودتون رو نشان دهید. عموما در بری ما باشید که تا کس و ناکس ما رو پیشی پا ندهد. پناهتون به خدا. یک و یکی شما تنصیحتی و خانه آباد باشید. بعدا نگفته نماند که انمی عذاب و جذابی که ما در کوهسار کشیدیم، بعضا در بازارها انمی علف‌های کوهی رو بیچاره‌ها آورده و میفروشند. انمی عذاب‌هایی که ما کشیدیم دو چند آنها میکشند. خر رو چپه نشود، وی رو کن تام در اونجا خواب رو بازار برار. همین خاطر همین کمبغل‌هایی که ما باید برای کمبغل‌ها کار کنیم. همین کمبغل‌هایی که یک ریواج و یک خویراکی که زندگیشون از پس همون است و بزرگ‌ها میبرارند، اینقدر غم ندهید دوستان عزیز. عذابش سخت است. عذابش باور کنید سخت است. من باوری دارم که بعضی شخصانی که محصول مهنتشون با سبوکی ها میگذرد چقدر پول خواهید میدهید. ای بیچاره ها که میبرند بعد دیگر ارزان کنی و پس زنی و مسخره کنی و سخن‌های میگوید که به دل اینها سخت میرسد. و همین خاطر یکدیگر رو دستگیری باید کرد. پناهتون به خدا. تنصیحت و خانه آباد و خوشبخت و صحت و سلامت باشید.